додашто ро дебароем. BA параллел аст ба CD. هر دو اینها با یکدیگر پارالل هستند. C1 و CD پرپندیکولار هستند. کنج بین اونها 90 گرادوس است. یکی از کنج‌های 125 داده شده است و از ما میخواد که B1C رو یابیم. یک خط پارالل نام کشیم اگر در پایان از که نقطه ای گذارد. اگر این خط پارالل رو کشیم نگاه کنین این هم پارالل اگر باشد خصوصیت پارالل استفاده برده اگر اینجا 125 باشد اگر ما این رو Y بیایم 125 جمع Y هم وقت باید 180 باشد از اینجا Y برابر 55 یعنی Y برابر 55 می شود. اکنون اینجا که 90 است با خصوصیت پارالل اینجا هم باید 90 شود. این کنج از اینجا میتونیم که X جمع Y باید 90 شد. ما Y رو حل یافتیم 55 از اینجا X برابر چند می شود 35 می شود.